یکی از اشتباهات روزه‌دارها بالاخص برخی از مردها این است که وقت اخیر روز یعنی شام به خانه برمیگردند، در وقت آماده نمودن افطاری ماتمی را در خانه برپا میکنند. شاید یک چیز یا خوراک یا نوشیدنی میل تو باشه یا نباشه، اما خواهر تو، مادر تو، همسر تو، دختر تو زحمت کشیده، تلاش کرده و شاید عرق ریختانده باشه به خاطر آماده نمودن افطاری و تو با بد اخلاقی و بدون صبر و پایداری چون این کار را انجام میتی که اخلاق یک روزدار چنین نمی باشه. درست است که ما در جریان روز شاید خسته شده باشیم، شاید تشنه شده باشیم، شاید مشکلات را سپری کرده باشیم، اما اونها هم روزدار بودند. به این اخلاق را و صبر و بردباری را در ماه مبارک رمضان تمرین بکنیم و از اخلاق خوب در مقابل اعضای خانواده من کار بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.